داشتن یه لپتاپ لمسی قبلا برای خیلی‌ها رویا محسوب میشد که الان به واقعیت تبدیل شده. اگه شما هم طرفدار این نوع لپتاپ‌ها هستین یا اینکه قصد خریدشون رو دارین، تا آخر این ویدیو همراه من باش که قراره یکی از بهتریناشو بهتون معرفی کنم. من ستایشم. برخلاف فکر خیلیا که میگن لپتاپ‌های لمسی قابلیت کمتری دارن یا کیفیت خوبی ندارن، باید بهتون بگم که لپتاپ ایسوس ویوبوک S14 فیلیپ یه دست رد به همشون زده. چرا؟ چون هم قابلیت‌های زیادی داره، هم کیفیت خیلی خوبی داره. صفحه نمایشگر این دستگاه یه صفحه نمایش اولد و رزولوشن بالایی داره. پردازنده قوی داره و از لحاظ ظاهری هم شیک و جمع و جوره. از همه مهمتر قیمت مناسبی هم داره. جنس بدن این دستگاه آلومینیومیه و صفحه نمایشش به صورت 360 درجه میچرخه. وزنش حدود 1 کیلو 500 گرمه و ضخامت این دستگاه حدود 17 میلیمتره. بریم سراغ آنباکس این دستگاه. خب با نام و یاد خدا بریم جعبه رو باز کنیم، آنباکسش کنیم. جعبه رو که باز میکنیم اول از همه قلم میبینیم. یه قلم از خود برند ایسوس پن 2. اول قلمش رو باز کنیم ببینیم چی داره داخلش. خب اینم از قلم. بذاریم اینجا جعبه رو. یه کاتالوگ داره، طرز استفاده و اجزای قلم رو توش گفته. یه دونه رابط تایپ سی داره، تاندربولت نیستش، ساده است. خود قلم رو ببینیم. خب یه قلم داره، 3 تا نوک داره به حالت ضخیم و متوسط و نازک و حالا یه دونه هم نوک خودش داره. با اینم میتونید نوکای این قلم رو عوض کنید و به این حالت هم میتونید بیارید بالا و بزنیدش به شارژ قلم رو. بریم سراغ اصل مطلب، لپتاپ ایسوس ویوبوک S14 فیلیپ. اول یولونیتوش رو برداریم. حالا اگه باز شد بزنیم بر. خب چه لپتاپ خوش دستیه، به به. خب جنس بدنش از آلومینیومه، یه رنگ سرمه‌ای جذاب داره. بذاریم اینجا بازش کنیم لپتاپو. اینم برداریم. یه چرخش 360 درجه صفحه نمایش داره، یعنی قشنگ شما میتونید به جای لپتاپ یه حالتی داره که با قلمی که داره میتونید مثل تبلت باش کار کنید. قشنگ خیلی جالبه به نظر من. بعد از خود دستگاه یه سری کاتالوگ میبینم اینجا، کاتالوگ و معرفی محصول اینجور چیزاست و شارژر. 2 تا سری مختلف داره، 2 شاخه و یه سری دیگه هم داره، سری 3 شاخ داره که توی هر حالتی دلتون بخواد میتونید استفاده کنید. و شارژر خود دستگاه که به این صورت جمع و جور و شیک و کلا فکر کنم شارژرش 90 وات، شارژر 90 واتی داره. اینم از آنباکسش. خیلی دوست دارن همزمان که لپتاپشون لمسیه بتونن باش کار گرافیکی سبک انجام بدن، تو اینترنت گشت و گذار کنن و خلاصه از این جور کارا. بعد بهتون بگم که این دستگاه میتونه همه این کارا براتون انجام بده، چون یه صفحه نمایش 14.1 اینچی اولد داره که رزولوشنش 2.8K 90 هرتز. حد اکثر روشناییش هم 550 نیته و البته پوشش رنگی 100% داره. بالای صفحه نمایش یه وبکم میبینیم، یه وبکم 1080 داره و یه چیز خیلی جالبی که نظر من جلب کرد، یه حالت شاسی سکیوریتی داره که شما میتونید موقعی که نمیخواید از وبکم استفاده کنید و احتیاجی بهش ندارید، شاسی رو به سمت چپ بکشید و وبکمتون رو ببنده. الان میتونید برید تست وبکمش رو ببینید. اول شاسی رو بدیم کنار و بله اینم از تست وبکم این دستگاه. یه وبکم 1080 داره. صدایی که دارید میشنوید صدایی که خود دستگاه داره ضبط میکنه و اینم کیفیت وبکمشه. به نظر من وبکم خیلی خوبی داره و نوری هم که ببینید نور استودیو، محیط استودیوه و نور طبیعی نیستش. بریم سراغ سیستم صوتی و پورت‌های این دستگاه. این دستگاه 2 تا اسپیکر 6 واتی داره که هارمن کاردون هستن و خب همونطور که خود ایسوس گفته از تکنولوژی‌های مختلفی تو این سیستم صوتی استفاده شده. کیفیت صدا بالاه و قدرت خوبی هم داره، اما به نظرم یه مقدار صدای دستگاه کم بود که این یعنی ایسوس خواسته که کیفیت رو به کمیت ارجحیت بده. پورت این دستگاه یعنی سمت راست به ترتیب یه دونه جایگاه شارژ داره، یه دونه پورت HDMI داره، یه دونه پورت USB 3.2 داره
یه دونه پورت تایپ سی تاندربولت 4 داره که سرعتش 40 گیگابایت در ثانیه است. یه دونه جک هدست داره و سمت چپ دستگاه هم یه دونه پورت USB 2 داره و یه اگزوز خروجی هوا داره. مهمترین بخش هر لپتاپ پردازنده اون لپتاپه. اگه فکر میکنید که این دستگاه چون یه لپتاپ لمسی پردازنده خوبی نداره، باید بهتون بگم که سخت در اشتباهید. به خاطر اینکه سی پی یو این دستگاه اینتل کور i7 12700H که سرعتش بین 3.5 تا 4.7 گیگاهرتز، 14 تا 820 سام رشته داره. این دستگاه کارت گرافیک نداره و گرافیک آنبورد داره از آیریس گرافیک G796EU که باش نمیتونید کارهای گیمینگ و گیم زدن و بازی کردن رو انجام بدید. بیشتر مناسب کارهای روزمره و کار گرافیکی سبکه. یه تست بنچمارک از این دستگاه گرفتیم که توی حالت مولتی کور به ما اسکور 15131 داد و توی حالت سینگل کور به ما اسکور 1600 داد که به نظرم برای این دستگاه اسکورهای خوبی بودن. بریم سراغ سیستم خنک کننده این دستگاه. در مجموع این دستگاه 2 تا لوله مسی داره، یه دونه فن داره و 3 تا اگزوز خروجی هوا داره که از نوع کولینگ دیزاینای ایسوس برای سری اولترا بوک هستش. خب در کل سیستم خنک کننده قوی داره و تا جایی که امکان داره نمیذاره دستگاهتون داغ بشه. سیستم عامل این دستگاه ویندوز 11 هم اورجیناله. باتری این دستگاه 70 وات 3 سل یون لیتیومیه و شارژرش هم همونطوری که بهتون گفتم 90 واتیه که توی زمانی کمتر سریع لپتاپتون رو شارژ میکنه. رم این دستگاه 16 گیگ DDR4 و 512 گیگابایت هم حافظه داخلی از نوع SSD داره. لپتاپ ایسوس ویوبوک S14 فیلیپ یک کیبورد نرم و روون داره که میتونید به راحتی باهاش تایپ کنید و تجربه تایپ خوبی داشته باشید باش. اولین بار که من کیبورد این دستگاه دیدم فکر کردم که نامبر پد نداره و خب راستش رو بخوام یکم تو ذوقم خوردش، ولی بعد که لپتاپ رو روشن کردم و باهاش کار کردم متوجه شدم که توی قسمت تاچ پد 2 تا دکمه داره که اگه دکمه بالا سمت راست رو نگه داریم برای ما نامبر پد رو روی تاچ پد نشون میده و دکمه سمت چپی هم اگه نگه دارید توی 3 تا حالت مختلف پر نور، متوسط و کم نور تاچ پد اون قسمت نامبر پد رو براتون نورش رو تنظیم میکنه. تاچ پد خوبی داره و مناسبه برای این دستگاه اندازش. یه جمع‌بندی کلی از این دستگاه داشته باشیم. اول مزایا و معایبش رو بهتون میگم. مزایای این دستگاه خب خیلی زیاد بود. یه لپتاپ لمسی، چرخش 360 درجه صفحه نمایش داره. یه چیز جالبی که داشته شاسی سکیوریتی برای وبکمش بود. بعد قسمت نامبر پد که داخل تاچ پد بود برای من به نظرم ایده خلاقانه و جالبی بود از نظر من. اما خب ممکنه بعضی بهش عادت نداشته باشن و خوششون نیاد. در کل لپتاپ خیلی خوبیه و قیمت خیلی مناسبی هم داره برای استفاده روزمره. اما معایبش میتونه این باشه که خب یه صفحه نمایش شفاف داره و این صفحه نمایش شفاف زیاد چیز جالبی نیستش، اما باید به این توجه داشته باشیم که این یه لپتاپ لمسیه و خب 100% لپتاپ لمسی نمیتونه کدر باشه چون کوالیتی حالا تاچ کردن و لمس کردن رو میاره پایین. اینم از لپتاپ ایسوس ویوبوک S14 فیلیپ. امیدوارم از این نقد و بررسی خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو بزن که ویدیو جدیدمون رو ببینی. فعلا